آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. روزی مادر بیمار می شود. ساعت 12 شب پسرش نزد بالین مادر می آید و می شیند. مادر با رنگ زرد و با نگاهی با رحم به فرزندش می نگرد و با آوازی خسته و لرزانش می گوید: چه شد پسرم؟ چرا خواب نیستی؟ پسر می گوید: مادر، از آواز نالش شما خوابم نمی برد. اگر علاجش باشد اوچه جان پس نالش کنید. کمی منو کیلندونه برایتان خواب کنیم. سحر من کاری دولت می روم و زنم از پسی کار شما می دود. من بیرهایتان مکتب می روم. مادر با چشمیش کالود: مایلش پسرم به حضور خواب کنید. پسر خواب خوش گفته به خانه خوابش می رود. به حضور خواب می کند. سحر از خواب خسته نزد مادر می آید و پیش مادر می شیند. آچه خیزید روز شد نهاری کنیم می گوید. مادر باشد بر وقت جان را به حق تسلیم کرده است. پسر داد می گوید: همه آمده پس از چند ساعتیم مادر را به خانه آخرت می برند. وقتی که بر می گردد زنش به او مکتوب دراز کرده می گوید: این را از تگ بالین مادرت یافتم. پسر مکتوب را کشانده می خواند: پسرم، جانم هستی دنیایم، بود و نبودم، ببخش که من تو را ناراحت کردم. اما جانی آچه زمان تو خرد بودی، مرا هر زمان گریه کرده از خواب بیدار میکردی. من باشم با مهربانی و الله های شیرین تو را تا سحر خواب میرواندم. از همه تو را بالا میدانستم، چون جانم دوست میداشتمت. نمیماندم با پایت خار خلط. اگر بیمار میشدی تا سحر دختری تو میشدم و بالای سرت مینشستم. باز روز میشد، از پسی کار و خانه، گاو و مال، روب و چین، نان پختن و لباس شستن میشدم. یک بار هم اف نگفتم. تو را خفه نکردم، اما این شب از سبب پیریم بیمار شدم و تو را ناراحت کرده خواب کرده نماندم. اکنون فهمیدم که تو کلان شده ای، دیگر احتیاج به منی پیری ناتوان نداری. پسرم، تا امروز از خداوندم برای تو همه چیز را طلب می کردم و این شب باز از خداوندم آخرین طلبم را برای تو دارم که جانی من را گیرد و تو را دیگر ناراحت نکنم. خدا این خواهشی مرا به درگاهش کاش قبول کند. پسرم، با دعای همیشه نیک مادرت. پسر بعدی مکتوب را خواندن فهمید که همه چیزش را از دست داده است. سوی آرامگاه مادر خواب بوده دویده بالای قبرش داد و فریاد کشیده بخشش میپرسد، اما فایده نداشت، چون که دیگر مادر خاموش بود، جواب نمیداد. ببینید چقدر بزرگ و مهربان و غمخواری فرزندش است مادر. خدمتی او را کنید تا پشیمان نشوید. مادر کسی به همت باشد، دیدار شریفی او غنیمت باشد. از محزن پندیان بگیر ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. اگر این ویدیو به شما معقول شده باشد با کانال ما ابونه شوید و این ویدیو را به دوستان خود فرستید تا که همه باخبر شوند.